وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 20 اپریل و صبح 21 اپریل در 3 صدمه در راههای جمهوری 5 نفر جان باختند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی 20 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 21:30 راننده افت-ماشین بارکش تمغه دولان شمسیف ابیبالله سال تولدش 1989 ساکن ناحیه رودکی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق در حدود ناحیه دیوشتیج به افت-ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده قلداشف مامور نورالیویچ سال تولدش 1963 ساکن ناحیه اسپیتامین برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین اوپل استرا ددبای و زورو سال تولدش 1963 ساکن ناحیه اسپیتامین جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق صبح 21 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 09:15 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا نصرالله طالب جان یونسوویچ سال تولدش 1990 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت از سمت ولایت سوغد به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 21 شهرهای دوشنبه خوجند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت را برآمده به افت-ماشین بارکش تمغه شکمن تحت اداره راننده اسرائیلوف سفر سال تولدش 1970 ساکن شهر ایسار برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا نصرالله و مسافرش نصرالله تیمور سال تولدش 1988 ساکن شهر استرافشان جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. همچنین صبح 21 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 08:00 راننده افت-ماشین تمغه خوندای سالیاریس خلیلزاده ربانی بهرام سال تولدش 1992 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت ناحیه فیض‌آباد به سمت شهر وحدت در شهرهای وحدت رشت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمد و به افت-ماشین تمغه اوپل ویکتور تحت اداره کریموف کرامت الله سال تولدش 1991 ساکن شهر مذکور برخورده بعداً به افت-ماشین تمغه تویوتا کامری تحت اداره راننده عارفوف بهادر سال تولدش 1991 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه اوپل ویکتور کریموف و مسافرش سعدالله‌زاده مصطفی سال تولدش 1973 ساکن دهه 5 جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر افت-ماشین مذکور اسماعیل و مدینه سال تولدش 1998 و مسافر افت-ماشین تمغه خوندای سالیاریس سعید افتویر سال تولدش 1973 ساکن شهر وحدت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.